فردا آتش بس؟ فکر نکنم والا. شوخی نکنیم. ما آتش بسی نداریم. نه اینجوری نیستش که. آتش بس وجود نداره. اصلا وجود نداره. آقا اصلا حرفشو نزنید. جنازه ما هم تسلیم اینا نمیشه. جنازه ما هم قبول نمیکنه این موردو. تو رو خدا اصلا حرفشو نزنید. اگر ما در حقیقت پیرو رهبر عزیزمون هستیم، ایشون همواره با چنین سازشکاری 100% مخالف خواهند بود. هیچ آتش بسی وجود نداره. تا نابودی اسرائیل ما میجنگیم و مقاومت میکنیم. 6 ماه پیش همین اسرائیل مگه به شما حمله نکرد؟ قراره دوباره 6 ماه بعد حمله بکنه؟ باید مقاومت کرد. این ابا عبدالله باید تا خون خودمون هم شده مقاومت کنیم. هر وقت استقامت کردیم خدا نوید داده. کسی که میگه الان دیگه مذاکره کنیم با این شرایطو که دیدن واقعا احمقه. هیچ کس از یه سولاخ دوبار گزیده نمیشه. ما دوبار گزیده شدیم، بار سومی وجود نخواهد داشت. ما از مذاکره حرف نمیزنیم دیگه، مذاکره‌ای وجود نداره. حسم خیلی بده. برای غلط میکنه دیگه. فکر نمیکنم. یه خود دیگه وایسی پاشو شتام میزنم. چرا نداره؟ پدرمو کشتن. هر کسی بخواد پای میز مذاکره بشینه، پدر کشتگیری گذاشته کنار. کسی که پدرت کشته بکشیش. تموم شده رفت. همه عالم یه طرف، منم یه طرف. پدر منو کشتن. چجوری بهت بگم؟ کسی که میخواد بره بشینه قاتل پدر منو ببخشه، من خونش نمیگذرم. اصلا نیست همچین کسی که مذاکره بخواد. وطن فروش فقط مذاکره میخواد. با کی مذاکره کنیم؟ با قاتل رهبر؟ هر حرف از مذاکره بزنه خیانت به آقا کرده. کسی بخواد به مملکت من خیانت کنه با چنگ دندون تیکشون کنم. پدرشونو خودم من یکی پدر یکیشونه در میارم. اگه بگه مذاکره واقعا پوزخند زدیم برای این همه خونی که ریخته شد. سازشکار، خیانتکار به خون تمام اون دختر بچه هاست، به خون تمام آدمای بیگناهی که توی این مملکت شهید شدن. یه چیز بکنید، بنویسید، امضا بکنید. امام خمینی گفت اسرائیل باید محو شود. باید محوش کنیم دیگه. تا محوش نکنیم شب نمیتونیم راحت بخوابیم. تموم شده رفت. این چیزی که شروع شده دیگه باید ما خودمون تمامش کنیم. باید تکلیفش مشخص کنیم دیگه، یک سره کنیم. تا جایی که اسرائیل نابود شه. حالا نه، ما دوست داریم تا موقع آخر جنگ ادامه داشته باشه. تا جایی که نابودی اسرائیل و آمریکا رو ببینیم. تا زمانی که اسرائیل نابود بشه ما هستیم. تا موقعی که اسرائیل نابود شه. برای آسد حسن عزیزمون تاش باید خونی ازشون ریخته بشه که حداقل دل مردم آروم بشه.